مثلا فکر کنید عروسی منه، من دارم وارد میشم الان. ای وای وایسا سر جات بالا تو رو تو کنه بری. چرا میه خاک بر سرم، خاک بر رو به روی هم وایسید خنگا آب ولی خب این آب 10 برابر اکسیژنش از آبای دیگه بیشتره و یادم رفته چی جوری باید شروع میکنم. سلام، بعد از یه مدت طولانی امیدوارم که بچه حال همتون خوب باشه. تو مدتی که گذشت خیلی اتفاقای بد افتاد برای هممون. امیدوارم که همتون سالم و سلامت باشین، همچنین خانواده‌هاتون. توی وقفه طولانی که نبودم خیلی اتفاقا افتاد، ولی خب دیگه از الان دوباره قراره برگردیم به روتین قبلی ویدیوها. امیدوارم که هر جا هستین همیشه سالم و سلامت باشین و دیگه اینجور اتفاقا رو شاهد خدایی نباشیم. دوران عجیبی بود، اصلا یادم رفته دیگه واقعا چی جوری ویدیو میگرفتم. ولی خب برگشتیم با یه اکسپلورگردی سمی. ممنون میشم با لایک و کامنتاتون، حتما حمایت کنین که خیلی انرژی میده بهم. و الان 100% ویوها افت کرده، یه تایم طولانی من فعالیت نداشتم. ممنون میشم، حتما ویدیو رو لایک کنید. کانال هم اگه تا الان ساب نکردین ساب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید رو حال که تا ویدیو میاد خبردار شید. آیدی اینستاگرام هم طبق معمول هم میاد رو صفحه، هم لینک رو میذارم تو دیسکریپشن. حتما فالو کنید که آمار و اخبار و اطلاعات کانال رو میذارم توش. 369 صحبت های امروز در مورد اعداده. کل حالیه. دنیا روی اعداد چیده شده. اتومبیل داری، اتومبیل شما داره پلاک چی داره؟ اعداد داره. شناسنامه داره، شناسنامه شما سال داره، ماه داره، روز داره، چی داره؟ اعداد داره. اعداد نباشه چیزی سر جای خودش نیست. یا میبینید به طور اتفاقی دست به گوشی میشی ساعت 11 12 10 اینا اتفاقی نیست. ضمیر ناخودآگاه شما داره به شما پیام میده. اون بالایی آنلاین تر از اون چیزی هستن که من و شما بخوام فکرشو بکنیم. اونا با اعداد ما حرف میزنن. هر عددی ارتعاش داره، یه فرکانس داره، یه حروف داره. مثل اپ جد، الف آ ب دو ج سه 4 دال. اعداد دنبال کنید، به جاهای خوبی میرسید. و حرفهای تازه رو گوش کنید، دورتون بگردید. چی شد؟ حرفای جالبی میزدی ها، ولی خب اون وسط یه نفسی بگیر دوست عزیز. این بود از اون دسته دوستایی هستن که 10 سال گل میکشن و میگن هیچی نشده. اون که با این استایل میاد معلوم انتخاب نمیشه، انتخاب میکنه. سیسو استایل برادران پایگاه سر خیابونه بیشتر. انتخاب نمیشه، انتخاب میکنه. شب مهمونامون کیه؟ شادی و کیمیا. موز بردارم؟ موز بردار، خیار بردار. بادمجون بخری؟ بادمجون هم بخر. من هلو خیلی دوست دارم. هلو هم خوبه، دوست دارم. این میوه رو برای خوردن مهمون به نظر شما نگرفتی؟ میوه رو برای جلو مهمون گرفتی. No need baby let's go. با فیکس از اینجا کمک بدی چه جایی بود دست کرد وسط حالا؟ هیچ فشاری به زیر بغل نمیاد. میخوای کمک بدی این درسته. کمر رو میگیری، فشار میدی به سمت بالا، آروم خودش میاد پایین. میدی به سمت بالا از کمر. اینم نه، اینم اشتباهه. حالا پا رو بگیر برو بالا بیاد پایین، هیچ فشاری رو بک نمیاد. پاش کجا؟ کسی تو باشگاه داره این شکلی انجام میده. گود جاب. ولش کن دیگه. ای وای، صحنه آخر رو بچه‌ها دیدید؟ یه نکته بسیار خاص اونجا وجود داشت. بعد جدا از همه اینا، کارهایی که تو کردی دوست عزیز اول فیلم‌های خاک برسری بوده. اینا اینجوری شروع می‌شده، چجوری تو واقعیت داری کارا رو می‌کنی؟ خانم خوبین؟ این برای شما نیست، برای پارتنرمه. دست خطم خوب نیست، یه نامه براش بنویسید بزنم رو هدیه‌اش. می‌نویسین؟ عزیز دلم خیلی دوستت دارم. تولد 56 سالگی تو به تبریک میگم. 56 بناری کوچولوی بابا. خانم دارین یادداشت می‌کنین؟
شوگر باشه. قناری کوچولوی بابا برام بمونی دختر قشنگم همیشه. به شما مربوطه خانم من میمونه کسی با من یا نه؟ نه اون نمیمونه. بین این دنیا و اون دنیا فرق. تو زندگی بقیه دخالت نکنین خانم، من دوستش دارم. قناری کوچولوی بابا تولد 56 سالگی. خدافظش هم خیلی خوش گذشت. یادم از مامانم اومد. خوشی آفرین مامان، چالشو خیلی خوب بازی کردی. اگه کون مامان نبود دقیقا از کجا میخواستین شما کسب درآمد و ویو بگیرین؟ خدا وکیلی خوب مامانی داری. یه بار رفتم دیت، بعد بارون میزد، برگشتم گفتم با چند نفر مثل من زیر بارون قدم زدی؟ گفت هیچ کس، همشون ماشین داشتن. گله فقیری. مثلا فکر کنید عروسی منه، من دارم وارد میشم الان. این رفیق نبود دیگه، دشمن بود. دوستان اگه بخوام از لحاظ روحی باهاتون صحبت بکنم، دلم میخواد پامو بذارم رو گاز و فقط برم. اصلا مهم نیست کجاست، من فقط برم. حالا خیلی دور نشه با سرعت. من و سمیرا دوقلوییم، 5 سال ازدواج کردیم و 4 تایی توی خونه زندگی با همسرامون. الان هم همسرامون اومدن بریم ببینیم که باز مثل همیشه از یه خوراکی 2 تا خریدن یا نه. بیاین شما. همیشه که 2 تا میخرن. سلام. وای ببینید دیدین گفتیم بستنیه، جفتشونم بستنیه دبل چک خریدم. بعد اونم 4 تا، چون ما 4 تاییم. یه نمیگی دیگه. راستی این محمد و امیر همه میگن که شما 2 تا راضی که ما 4 تایی با هم توی خونه زندگی میکنیم بعد ازدواجمون یا نه؟ واقعا این چه سوالیه؟ انتخاب خودمون بوده. بله. راضی‌ان که با همسراشون توی خونه زندگی میکنن. چرا حالا بذار اول به این نکته برسم که ترکیب شال با پیژامه خیلی داغونه. این اصلا قسمت اول. بعد معلومه که راضی‌ان. فرسام یعنی مگه میشه 2 تا مرد؟ خدایا من رو ببخش، ذهنم اصلا جای خوبی نمیره. شما هم اینقدر شبیه به همین که هر لحظه امکان یه جابجایی وجود داره. معلومه اونا راضی‌ان. من خواهر اولم وحیدی جون دخترم. من خواهر دومم نایی جون دخترم. من خواهر 4م شبنم دخترم. سوم چی شد؟ من خواهر 5م یاسمن دخترم. من خواهر 6مم و خواهر آخری فرناز جون دخترم. دقیقا به افتخارت چی دست زدین الان و آخر؟ باری کلا هممون دختر زاییدیم. خواهر سوم هوب. دقیقا به افتخارت چی دست زدین؟ درود دوستان، من یه پسر ایرانی هستم و قصد ازدواج فکر نکنم. و اینکه چند تا خواستگار هم دارم. یکیش عربه، یکیش کرده، یکیش هم ترکه. به نظرتون جواب کدومو بدم؟ لطفا این پست رو بفرستید برای دوستای فارسی زبونتون تا بگن ببینم با کدومشون ازدواج کنم، با کدومشون بهتر بهم حال میده، عشق حال بیشتری داره. بفرستمش. دستتون دارم. بذارید منم برم دنبال زندگیم دیگه. متحل بشم، بچه دار بشم، 2 تا 3 تا بچه بیارم، دور هم بشینیم و بچه‌ها ونگوون کنن دیگه. خب منم باید خوشبخت بشم. بفرست براش. دنبال سایز پس شما داشتی میگشتی بین قومیت هامون، با کدوم بیشتر بهم حال میده؟ بعد چرا این همه تو مو داری ولی دور نافتو زدی؟ دلیلشو من متوجه نمیشم. قرار چیزی اونجا ریخته بشه؟ 1 2 3 4
چرا فقط لجندایشون رو میشناسن ها. آینیک خانوم و اونایی که میشناسن و میدونن چی کار هستن تو کامنت ها بگن که همدیگر رو پیدا کنیم. بعدم سخته ولی پولش خوبه خانوم. یعنی خدا شاهده با همون پا که میرید بیاید پایین. گیر دوتا خنگ افتادن. چرا اینجوری میزنن؟ وایسید روبروی هم. برو بالا. تو برو. حالا بیا پایین. از همون ور. ای وای. وایسا سر جات. برو پشما. بالا. رو تو کن بری. چرا میه؟ خاک بر سرم. روبروی هم وایسید. خنگا. وای. یکی بره بالا بیاد پایین، اون یکی بره. برو از همون ور. پشمام ریخ. باشگاه زنونه هم فیلم خالصیه برای خودشا، یعنی یه کمدی سنگینی توش میشه در آورد. حتی اگه خدا هم از اون بالا بیاد برای تضمینت، شیطونش رو بفرسته برای گردن گرفتن تقصیرت، فایده نداره. عباس خراب کردی کلیپم. من اصلا درک نمی کنم چرا صداهاشون رو عوض میکنن. تو که صدای واقعیت الان اینجا بود، او اول کلیپ چرا حتی اگه اینجوری شدی؟ اما صدای خودت حرف بزن دیگه. آقا یه لباسی برای کوچولو مخواستم. بچه خوشم نمیاد. کدکس قهوه دارین؟ برای چه کاری؟ دست دو بده، میخوام فارتو بگیرم. کلاه ایمنی داری؟ کلاه کاسکت؟ نه، اول ایمنی بدکار. هر چی پول داری برس تو کاندوم بده. لباس کار دارین؟ لباس برای چه کاری؟ در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. آقا یه بس استامینوفون زحمت بکشی. خورده ندارم ها. ای نه بقیشم جلوفونی برفونی کاندوم چیزی بود. تأخیری دارین؟ تأخیری برای چه کاری؟ آقا فردا دیر میرم سر کار، میخوام نشان رئیسم بدم. آها الان برات میارم. کدکس باشه کنسل ها. حله. ضد انسانیت چه داری؟ گلاس دارین؟ بری چه؟ آقا این کاندوم ما چه شد؟ مریض ما مرد. ضد انسانیت چی داری؟ خدای معضل بزرگی برای خیلی ها خریدن لباس کار. سلام قربان، خسته نباشی. دوتا خیلی خوبه. این ور اون ور رفتیم، خواستم بدونم که پلاک 21 کجاست؟ پلاک 21 روش باید نگاه کنید دیگه. خیلی ممنون، لطف کردی واقعا. من قبل از اینکه صبح بپرسم فقط داشتم بو میکشیدم. پلاک 21 کجاست؟ خیلی خوبه این دوتا. همین شخصیت رو بهتون نشون بدم. به نظرتون این کیه؟ این مامانشه. واقعا خوب مامانی داری. بعد چرا مامانه از تو جوانتر بود؟ یعنی به تو میخورد مامان او باشی. خیلی اوضاع خیته. شاهین آخیش به به، یعنی اصلا روحم جلا پیدا کرد. زهر ما رو شاهین. صورتی کننده گرفتم، بریم با هم صورتیش کنیم. A few moments later. اوپس، صورتی شد. میخوای ببینی؟ واقعا کو شرم، کو حیا، کو عکس. دستتو بذاری داخلش، روح و روانت آروم میشه. توش حسابی داغه. دسته زحمتکش پدر مادرتون یا حتی عزیز زندگیتون نیاز به یه ماساژ درست حسابی داره. با فشار باد و حرارت کاری میکنه که عضلات دستت به آرامش برسه. جریان خون رو به گردش میندازه و خستگیتون رو از بین میبره. از اونجایی که شارژیه تو خونه یا محل کار همه جا قابل استفاده است. کار کردن با این دستگاه خیلی راحته. اگه یکی از این دستگاه ها میخوای کپشن رو بخون. میگم فقط برای دست بودید دستگاه خیلی خوب و ماساژور و درون گرم و نرمتون؟ یعنی استفاده های دیگه هم میشه کرد. بگی مثلا یکی پوشت کنه، حواسش باشه که بری بالا. ولی نکته مهمی که هست
آقا نترس، اولا نمیری تو در و دیوار، بری هم هیچی نمیشه. بعد اینجا پا رو میاری بالا، دستتو میذاری رو زمین و پا رو پرتاب میکنی از عقب به سمت بالا. حالا اولش میتونید از کسی کمک بگیرید، ولی هدستان دیگه یاد بگیر، هندستان دیگه براتون خیلی راحت چه برید شما اجرا کنی؟ به این شکل انجام میدیم. بعد تمرین بعدی دوباره میرم بالا، ولی این سری چیکار میکنم؟ این سری که رفتم بالا میخوام رو دستت لنگر بندازی، مثلا اول فشار دست بعد موقع تموم شد. مثلا ادامهش رو ببینیم. ببینین بچه‌ها قدر منو بدونین، براتون مثلا قسمت‌های ورزشی هم تو ویدیو آماده کردم که ببینید و لذت ببرید و به تناسب اندامتون رسیدگی کنید. آهنگ دلم بنده از عرفان طهماسبی همینجوری امید تقدیم میکنم به شما بزرگواران و رفیقا. لایک و آنفالوینگ یادتون نره بچه ها. عشقید. دلم بنده به اسمت که گلم بنده به اون صورت خوشخنده رو رسم ما کارون میرسه شوق نیم بونی مرور عشق مجنونی امرام نفایسیه تو خیام چشایسیه جا که برم ساز دلم کن که سناته دل دینم چشاته مایه بلای بده سید ناخدای بده بغیه گنای بده ایزر والمسل اندی تاسه شوخی نباد جونم به فداد. واقعا خوب اعتماد داری که این رو آپلود هم کردی. خب بچه ها لایک و آنفالو یادتون نره. گوش نکرد حالا به حرف من. نمیدونم وایسا ببینم خوری مگه؟ جلو چشاتو نمیبینی؟ ببین این تیبادو پول مهریه منم چرا اینجوریه؟ نامه داری؟ اسکلی؟ من پیاده ام. اسکلی؟ آره اسکلی و حالیت میکنم. اصلا تو آینامه نوشته هر که پشت بهت بزنه مقصره. اگه راست میگی این تابلو چی هستن؟ دور برگرده ممنوعه. ممنونم. خداحافظ. هر کی از پشت بهت بزنه مقصره. تیشرت و لباس و اینا کهنه چپوندی تو باستن اینجوری شده. چرا اینجوریه؟ چه کونیه؟ تا حالا آب اکساب دیدی؟ تا حالا گرفتین ببینید چه مزه‌ای هست؟ این آبا 10 برابر اکسیژنشون بیشتره و میتونیم راحت باش انرژی بگیریم. بریم تستش کنیم ببینیم چه مزه‌ایه. آب بود ولی خب این آب 10 برابر اکسیژنش از آبای دیگه بیشتره و خیلی خوبه. حتما امتحانشون کنید. قیمتاشون هم تو کپشن گفتم. خداحافظ. آب بود. این همه کات چرا داشته این ویدیو؟ یه کله میرفتی نه بال آب بود. نکشیمون. به هم دیگه کمک کنید دوستان. دست افتاده را بگیر. دمت گرم حاجی، زندگی و بنده خدا نجات دادی. یعنی او بنده خدا از گشتگی داشت میمردی. با چه چاسی هم افرمایی باره گام شو. خب عصفتون بخیر و عصفتون به عشق. بنده دنبال خانمی هستم تهرانی، حتما تهرانی، با نمک باشه، چهرش خیلی بامزه باشه، شیطون، اجتماعی، به روز، امروزی، جوراب بالای سرش افتاده، خانواده دار، قدش بلند باشه، وفادار باشه، از هر انگشتش یه هنر بریزه، آشپز باشه، زبان خارجیش فول باشه، کشورهای اروپایی رو دیده باشه در حد آسیا و اروپا، مهربون باشه، شیطون و بامزه باشه، حتما تتو و پابند داشته باشه، ماشین داشته باشه، ترجیحاً 206، حتما رنگش ترجیحاً آلبالویی. رنگ دیگه من دوست ندارم. حیوان خانگی داشته باشه، گربه، اهل قلیون و مشروب و سیگار و ورزش حتما باشه. اگر با این خصوصیات بود پی اهل قلیون و سیگار و مشروب و ورزش حتما باشه.
مرتی که این مشخصاتی که تو داری میگی بانو آنجلینا جولی هم نداره، زن رونالدو جورجینا هم مشخصات نداشت ولی رونالدو گردنه دیگه. تو خرکی باشی یهو به خودت بیای ببینی با لباس عروس کنار من وایستادی. ای خرشانس. با لباس دومادی کنار تو وایستاد، شما خودت عروسی. خرشانس. خب بچه‌های بود از ویدیو امروز، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. بازم میگم که ببخشید وقف خیلی طولانی شده بود و اینکه ممنون میشم حتما حمایت کنید، چون لایک و کامنتاتون باعث میشه ویدیو دوباره و ویدیوهای قبلیشو بتونه بخوره، بتونه برگردن و دوستانی که قبلا میدیدن ویوره، چون 100% الان یکم افت از اینا داریم افت کیفی، افت بازی داریم، پس خیلی لایک ها و کامنتاتون به من انرژی میده. چنل هم اگه ساب نکردین حتما ساب کنید، نظراتتون هم بنویسید، همه رو میخونم و جواب میدم. مرسی که ویدیو دیدین، تا ویدیو بعدی پیس اوت.